برای اینکه بتونیم جایی زندگی کنیم، اون مکان باید قبل از هر چیزی تمیز باشه یا به عبارت دیگه به چیزی آلوده نباشه. تو این ویدیو میخوام در مورد مکانی صحبت کنم که میتونیم تشبیهش کنیم به چرنوبیل، چون به خاطر آلودگی کاملا از سکنه خالی شد. این مکان شهریه به نام سنترالیا که توی ایالت پنسیلوانیای آمریکاست. در شمال شرقی پنسیلوانیا شهری به نام سنترالیا وجود داشته که الان به شهر ارواح مشهوره. جمعیت این شهر از 1000 نفر در سال 1980 به 5 نفر در سال 2020 کاهش یافته که این تعداد هم بی خانمان ها هستن. در ابتدا یک مهندس به نام الکساندر رائه 68 قطعه زمین در ایالت پنسیلوانیا میخره و وقتی متوجه معادن زغالسنگ بزرگ این قسمت میشه، همراه با خانواده‌اش به اونجا نقل مکان میکنه تا بتونه برای ساخت شهری نزدیک این مکان برنامه‌ریزی کنه. بعد از ساخت شهر هم اسمشو میذاره سنترالیا. داستان اصلی از سال 1962 شروع میشه که مثل همیشه شهرداری از آتش نشانای داوطلب میخواد بیان و زباله ها رو به صورت کنترل شده آتیش بزنن و بعد هم خاموش کنن. در 7 می 1962 آتش نشانا مثل گذشته زباله دونی رو آتیش میزنن و اجازه میدن مدتی بسوزه. اما برخلاف دفعات قبلی آتیش به طور کامل خاموش نمیشه. از شانس بدشون این آتیش از طریق یک سوراخ توی گودال وارد 1000 توی معادن زغالسنگ متروک زیر سنترالیا میشه. یه ادعای دیگه وجود داره که میگن این آتیش مال سالهای قبله که درست خاموش نشده و کم کم وارد این معادن متروکه شده. شهرداری آتش نشانی تمام تلاششون رو میکردن که این آتیش رو مهار کنن، اما مگه میشد آتیش معادن بزرگ زیرزمینی رو که یک شهر هم روش بود کاری کرد؟ مردم خیلی این موضوع جدی نمی گرفتن و می گفتن بالاخره شهرداری خودش یه فکری براش میکنه، تا اینکه کم کم متوجه عمق فاجعه شدن. در سال 1979 زمانی که صاحب یکی از پمپ بنزینای شهر برای بررسی سطح سوخت میله رو در یکی از مخازن بنزین قرار داد، دید که میله خیلی داغ شده. بعد یه دماسنج رو وارد مخزن کرد. وقتی بیرون آورد و دید دمای بنزین 77 درجه سانتیگراده، شوکه شد. توجه سراسری بعد از این اتفاق خیلی بیشتر شد و روز به روز اوج می گرفت. کم کم قسمت‌های مختلف شهر دچار فرونشست می شد و از اون درزها بخار داغ و دود می اومد بیرون. بعد از انجام آزمایش دیدن که این بخار گاز دی اکسید کربونه که خیلی سمی و کشنده است. شهرداری بعد از این آزمایش شروع کرد به صادر کردن اخطار برای تخلیه شهر، ولی خب کسی حاضر نبود خونه زندگیشو ول کنه و بره. شهرداری این بار گفت که زمیناتون رو میخریم، بیایید بفروشید و برید. باز هم بعضیا قبول نکردن، ولی وقتی بیشتر شهر خالی شد، بقیه رو از شهر اخراج کردن و هر چیزی که از شهر باقی مونده بود رو تخریب کردن. در سال 2002 هم اداره پست ایالات متحده کد پستی‌های این شهر رو باطل کرد و دیگه این محل به عنوان یک شهر اعتبار قانونی نداره. در یک نگاه کلی این منطقه الان یه جنگله که خیابون‌های سنگفرش زیادی داره و هنوزم دود از بین درزاش بیرون میاد. به نظر شما علت اصلی همچین اتفاقی چیه؟